امکان ندارد، دست نارس است. آنها باز در صحنه‌اند گوید. اکنون چیکار میکنیم؟ تو با مندو زود برای گید. نجیب، ما باشیم یگان راهی تماس را میکاپیم. شاید توسط تلفن مکتب آنها را یابیم. خوب شد سردارم، با ما هم خبر دهید. رفتیم میگید. زودتر. سلیمان تلفن زنگ میزند، کنی بین؟ من کار دارم، نمیتوانم، خودت ببین. من هم کار دارم، تو بین؟ اهمیت نده، من زنگ زدن گیرد. بردارد آخر، بردارد. چرا جواب نمیدهند؟ در کجا باشند آنها؟ نه، محافظان هم دست نارسند. تلفن هم مرشان دست نارس است. ای خدا، اکنون چیکار میکنیم؟ کاش مندو و یگید سری وقت رسند. جنابی سربازی، شما به کدام حزب آواز دادید؟ من به حزب مخالف آواز دادم. آنها از مدت زیادتر احتیاج دارند. سلام علیکم. مرحمت. خوش باشید. مرحمت. برای این عملیات بزرگ را اداره کردنم هیئت خارجی همون مرا شخصا وظیفه‌دار کردند. میدانم. شما را همراه همان دیدن ما را خوش می آید. آدمانتان آمادند؟ نقشه دکتر سمیت را عملی میکنید، همینطور نه؟ بله. 2 نفرمان در درون است. 1 نفرشان نوار بردار. برای بکار درآوردن ماده ترکنده در صندوق بوده کامرا موج سرخ میفرستد. با این را ماده ترکنده گرم شده فعال می شود. ما باشیم توسط نوار تماشا میکنیم. بله. تنها ما نه، تمام اعضاهای هیئت در کل کاما بوده نیز تماشا میکنند. کم مونده است، کم مونده است. شما خواطر نشوید. دوستانی بیرون همون از این کار خیلی خرسند میشوند. خیلی. سروزیر ترکیه به نزد صندوق آمد. این سویقست به تمام دنیا نشان میدهد که ترکیه برای ما مهم است. این کار باید زودتر خاتمه یابد. باز این تلفن زنگ میزند. میشنوید؟ یگان نفرتون جواب دهید؟ چرا داد میزنی؟ بخیر است؟ آخر 2 ساعت است که تلفن زنگ میزند. یگان تاتون جواب دهید. چه تلفن آخر؟ در اینجا سربازی است. از صبح اینجانی با اون طرف با این طرف حاضر از پای میافتم. من زنگ زدن گیرد. خاموش نمیستد، شاید تجلی است. چه تجلی بوده میتواند؟ کمی پیشتر برداشتم، یک زن با من زنگ زد. نجده انتخابات رو پرسید. اهمیت نده، زنگ زد دادمش رو میگیرد برای کار. مگر در یک مکتب کلان یگان بنده خدا نیست؟ زنگ میرود اما نمیبردارد. حاضر من دیوانه میشم. تو ختم توک شد. خیری، آرام باش. مرا ببخشید آقای مسهر، ببخشید. خدا، این تلفن دمش رو نمیگیرد. نیست، کسی نیست. الو؟ الو؟ یگان بنده خدا نیست. گوشک را نمیبردارد. عجیب، از صبح با زنگ میزنی و وقتی برداریم گپ نمیزنی. در خصوص انتخابات یگان تخمینی دارید جناب سربازی؟ برای وطن و ملت خوب باشد، آن طرفش مهم نیست. رفیقان، مانید کار ما را در اینجا با آخر رسانیم. صحبت را در بیرون دوام بدهیم. بله رفیقان، برای بهبودی وطن و ملت. محترم سربازی، لطفاً با این طرف نگاه میکرده. محترم سربازی، 1 دقیقه به این طرف نظر کنید. با نوار گیر. جناب سربازی به این طرف نظر کنید. زودتر به نوار بگیر. خاله ممکن نیست. خاله یک دقیقه در اومدن ممکن نیست. خاله خواهش میکنم. خاله جان در اومدن ممکن نیست. خاله خواهش میکنم. در اومدن ممکن نیست. خاله
مانید اجازه دید بیاید. بی‌تواد محترم سربازی. سرم خدا تو رو از بالای سر ما دور نکنه. انشالله او سروزیر میشوی. باید از پیشونت بوسه کنم. سرم خدا تو رو از چشم بد حفظ نماید. با دعاهای شما انشالله. همیشه با دعاهای شما با پا میگردیم. الو یگید چیکار کردید؟ در راهم سردارم. کم مونده است. حالا نرسیدیم. شما زنگ زدید؟ متاسفانه نشد. تلفنشون جواب نمیدهند. عکس کار رو بیده. نجیب سردار باز زنگ زده ایستاده است. مایلش اگر یگان معلوماتی شد مرا هم خبردار کنید. چی شده؟ زنگ زدند؟ نه آخر تلفن مکتب جواب نمیدهند. این دفعه جواب بده. التماس دارم. خدایا کمک کن. باز زنگ میزند. الو صد شکر برادر. چرا با تلفن جواب نمیدید؟ تو کیستی برادر؟ من سردار امنیت نجیب یلمز، مبارز علیه ترور. گوش میکنم سردار. گوش کن. زود به نسیم حافظانی سربازیر برو. نام مرا گوی فهمو؟ هر چه زودتر سربازیر را از آنجا دور کنند. مرا شنیدی؟ کاری تاجیلی است. با سربازیر سوی قصد میکنند. سوی قصد؟ زود رو از آنجا برورند. زودتر رو. مایلش در صندوق است گفتید؟ بله زودتر زود برو. مایلش حاضر میرسونم. اثر راهم دور شوید. اثر راهم دور شوید. هیچ چیز نپرس. در این انتخابات هم من به تو آواز دادم. همیشه به تو آواز میدهم. ممنونم. تشکر. خاله جان اکنون اجازه دید. هیچ چیز رو نمیپرتاید. مبارک شود محترم سربازی. مبارک شود. مبارک شود. مبارک شود. نهایت به نزد صندوق آمد. نوار بردار کار را آغاز کرد. ماده گرم می شود. کمی دیرتر می ترکد. خیلی خوب خیلی خوب. بینندگان گرامی پس از چند لحظه ما شاهدی آوازدهی سربازیر میگردیم. هممون آواز دادن سربازیر رو انتظاریم. زودتر است. التماس زودتر است. التجا میکنم بیرس. خدایا با ما کمک کن. خواهش میکنم خدایا. موفق میشویم انشالله موفق میشویم. همه آوازدهی محترم سربازی رو انتظارن. لطفاً با این طرف نگاه جناب کنید. سربازی با این طرف محترم نگاه سربازی. کنید. لطفاً با این طرف نگاه کنید. محترم سربازی. لطفاً با این طرف نگاه کنید. جناب سربازی لطفاً به طرف ما نظر کنید. جناب سربازی خواهش میکنم. انا میتونم. جناب سربازیر باز یگان گفتنی داره؟ استجابه برادر با کجا؟ گوش کنید. باید مرا گوش کنید. این خیلی مهم است. یعنی به این طرف گذر در اومدن من از در درون سربازیر است. مایلش من هم برای همین اومده ایستادم. التماس. سردارم یک مشکلی برآمد. اومده میتونه. فهمو. محترم سربازی التماس با این طرف نگاه کنید. اجازه دید. در اینجا چی گپ است؟ سردارم این مرد نجیب یلمز زنگ زد. با سربازی سوی قصد میکنن. کدام نجیب یلمز؟ از گروه ضد ترور بوده است. باید زود سربازی رو براریم. در صندوق بمب گذاشتن. چی؟ کن یک طرف شد. همه با بیرون برای. بمب گذاشتن. همه با بیرون برای. در درون هیچ کس نماند. زودتر باشید. جناب برای بمب گذاشتن. زودتر از پنهان شود. گوریده دوتر پنهان شود. موفق شده. نخواد. خیلی خوب. همه این کار است. بینندگان گرامی کمی پیشتر در مکتبی که سربازیر برای آوازدهی آمده بود ترکش مدهش رخ داد. از احوال سربازیر خبری نداریم. از داخل مکتب آدمان با ترس و هراس و بیرون میبرویند. صدای این ترکش همه جا را پخش کرده است. از احوال سربازیر کسی شرح داده نمیتواند. محافظان و دیر کردیم. او را با قتل رساندن. جناب سربازیر را کشتن. موفق شدیم. زود در روزنامه ها برای همدردی در ارتباط می شوم. باید به دوستانمان این مژده را رسانم. ما به شما
موعظه رو اطلاع خواهیم داد. حالا باشد الو. بخش این حادثه رو به بچه های ما موفق شدن. تشکر. امروز برای هممون روزی سفری بزرگ است. باری دیگر به دنیا و آدمان بی‌عقل نشان دادیم که سردار کیست. از نام من بران را تبریک گویم. شما هم زودتر ترکیه را ترک کنید. خوب شده سردار. در اینجا شدید. حرکت نکنید. حاضر یاری تاجیلی میاد. آرام شوید. مایلش شد. آرام شوید. خانوم مردستم. بالا این ثروتیر است. نمیدانم. مانند است. زودتر. رفتیم. ابدو یافتم. با اینجا بیا. زنده است دوستم. نبضش میتپد. من دکتر رو میارم. زودتر دوستم زودتر. بیاید به این طرف. سردارم اون مرده است؟ حالا زنده است. شما کیسته؟ ما از استخباراتیم. آماده باشید. شاید ترکیش دویم هم شود. دهلیز را آزاد کنید. زودتر. بیاید بچه ها. زودتر بچه ها. برداشتیم. دهلیز را گشایید. همینطور. اویستا با این طرف. زودتر. بینندگان عزیز، از رخ دادن ترکیش یک چند دقیقه گذشت، اما حال هم از احوال سروزیر خبری نیست. شاید او را از دست داده ایم. راه گشایید. زودتر بچه ها زودتر. یک سروزیر را به ماشین یوری تاجیلی میبرد. از احوال سروزیر میگفتید که احوال سروزیر چگونه است؟ مایلش رفیقان میگوییم. البته میگوییم. اینکه یگیت است. شد خاموش باش. شاید احوال سروزیر را گوید. سروزیر حالا زنده است. خائنها به مقصد ناپاکشان نرسیدند. محافظان برای خودشان را فدا کردند. صدی راهی ترکیب شدند. وقتی سلامتیش را نمیدانم، تنها زنده بودنش را میدانم. خائنها را تاجران را به مهمانخانه میبرند. برو همین سروزیر زنده است. زودتر میروید. رفتیم دوستان. بینندگان چند لحظه پس ما شما با خبرهای نو اطلاع خواهیم داد. این ناممکن است. او زنده است. باوریم نمی آید. ای وای. یک دقیقه. شاید در بیمارخانه میرد. شاید در راه میمیرد. اینقدر زیق نشوید. اگر زنده ماند هممون نیست میشوه. میفهمید؟ بار اول اینقدر روشاد بازی کردیم. این آدم نباید زنده ماند. زودتر بشو. محترم سروزیر، خودتون رو چگونه حس میکنید؟ سرم درد میکند. طاقت کنید جناب. حاضر به بیمارخانه میرسیم. شما آسوده باشید. همش خوب میشود. زخمی یا مرده است؟ متاسفانه جناب. سردار محافظانتان با 2 نفر محافظ شهید شدند. همه‌شون برای من جانشان را فدا کردند. جناب، نفرانی که به شما سوء کردند و شخصیتتون به این ملت سوء کردند، آن برادران ما باشند. در این راه شهید شدند. موفق نشدند. از همه مهم همین است. خداوند شما را باز برای این ملت بازگرداند.
خداوند همه‌مان را از راه راست دور نسازد، به این پلیدها هم فرصت ندهد. لабай оғой Мазҳар, мендӯҳ, аҳволи сарвазир чӣ гуна аст? муҳофизон худашонро ба болояшон партофтаанд. каме захминанд, аммо вазин нест. ба ҳуш омада гап заданд. ҳамин ки ба беморхона расем, ҳамаш маълум мешавад. худоро шукр. майлаш, мендӯҳ, бо мо дар тамос бош. хуб шудааст оғой Мазҳар. аҳволаш чӣ гуна аст? аҳволаш он қадар вазнин нест мегӯяд. бо мендӯҳ суҳбат кардам. саршукри худо. худо аз шумо розӣ бошад, наҷиб. ҳам бомбаро ёфтед ва ҳам монеи суиқасд шудед. агар ту намебудӣ, ягид ва мендӯҳ намебуданд, ҳоло ҷаноби сарвазир зинда намемонд. оғой Мазҳар, магар мо коре накардем? наход ягон фоидаи нарасонда бошем. шумо ҳам ҳардуятон одамони хоси манед. аввал хусус ман оғой Мазҳарам. бале, албатта ту хайрӣ. агар ту намешудӣ, мо мемурдем. медонам отиф, медонам. хайр, шӯхиро як тараф гузоред. худо чашмамонро равшан кард ва ин бозӣ вайрон шуд. барои ҳамин ҳамду сипосро ба ҷониби Аллоҳ гӯем ва аз ин ҷумлаи онҳое ки худашонро баланд бардошта лағжиданд нагардем. аммо инро ҳамчун шукронаи неъмат гуфта метавонем ки бо кӯмаки шумо мардуми ин мамлакат ба роҳат мегарданд. онҳое ки барои садди роҳи пешравии мардуманд ба мақсадашон намерасанд. акнун чӣ кор мекунем оғой Мазҳар? инҳо ҳамлаи бузурге ки аз дасташон меомад иҷро карданд ва боз ки будани худашонро кушоду равшан нишон доданд. ана инаш барои мо як лутфи алоҳидаи худованд аст. ин фурсате ки онҳо ба мо пешкаш намуданд, мо ҳам то охираш истифода мекунем. акнун бояд варақзании дафтарҳои ҳамашонро шурӯъ кунем. наҷиб, уфе, аз ҳама хубаш рафта ҳамаашонро паронем оғой Мазҳар. ягона роҳ ҳамин аст. бинандагони гиромӣ, боз дар рӯбарӯи шумо қарор дорем. имрӯз суиқасде ки ба сарвазир амалӣ карда шуд, тамоми дуньёро бо по хезонид. қисми зиёди расонаҳои хабари ҷаҳон ин хабарро дар сархати аввал қарор доданд. сарони давлатҳо номаҳои таъзия мефиристанд. ҳоло дар меҳмонии барнома рӯзноманигор, муҳаққиқ, нависанда Дадсен Селчук Биркан ҳузур доранд. суханро ба эшон медиҳем. ба фикри шумо бояд ин суиқасд чӣ тавр қабул шавад? дар паси ин корҳо киҳо буда метавонад? فکر میکنم این سوءقصد به جانب کی، در کجا و چطور اجرا شدنش برای ما خیلی مهم است. اگر دقت نمایید این سوءقصد در کوچه یا در جای دیگر نه، بلکه در جای صندوق آوازدهی و وقتی آوازدهی عملی شد. به فکر من این پیام آشکار است. واضح. حالا کارمندان ما به گوشم خبر رسانیدند که احوال سروزیر خوب بوده، به گفت طبیبان خطری جانی ندارند. به فکر شما این سوءقصد کار کی است؟ معلوم است که دولتمان از سال 2007 این جانب در خصوص به جوابگری کشیدن تشکیلات تروریستی ارکنکاندو مسافه عظیمی را طی نمود. چون این عملیات ها دولتمان را به یک نقطه معین برده میرساند. این کار بعضی ها را به ترس و هراس آورد، زیرا آنها میدانستند که این نقطه تا آنها برده میرساند. به این خاطر آنها برای نجات خود از هیچ روز نمیتافتند، زیرا مسلم است این انتخابات برای آنها معنای ماندن یا ریشه‌کن شدن را داشت. تمامی رنگ‌های در دستشان بوده را یک جای نموده به استفاده دادند. در موضوعی از طرف کی صادر شدنش باشد، این انتخابات به ما اولی کار را نشان می‌دهد. و البته بعد انتخابات بسیار چیزهایی که نافهم‌ها بودند روشن می‌شود. لیکن چطور میتواند این سوءقصد ناگهان صادر شود؟ چنانی گفتید این موضوعها نوشته شده، اعلان هم شده بودند. این هم سوال حیاتی است. من فکر نمی کنم که در ترکیه یگان تشکیلات یا گروه خودش تنها چنین سوءقصد را نقشه‌گیری کرده تواند. یعنی به شبه در این عمل کمک یک گروه استخباراتی خارجی وجود دارد که این به همه عیان است. در اینجا یگانه امکانیت خوب آن است که باری اول اینقدر معلومات داشتند. به این تکیه نموده باوری دارم که در روزهای نزدیک این علاقمندی ها از طرف استخبارات و امنیت فاش کرده می شود. اکنون ساختارهای قدرتی با قدم های استوار این کار را تدقیق می کنند. از این پس چه خواهد شد؟ شما چی فکر دارید؟ البته امروز یک وقت بحران است. پیش از همه هر چیز زودتر صحت شدن سربازی را می خواهیم. اما فکری مرا پرسید می توانم گویم که وقتی بحران اصلا نو آغاز می یابد، گروه های بدخواه برای خود را روپوش کردن
پیش از همه با تمام قوتشان برای از بین بردن این مجلس کوشش میکنند و از هیچ چیز دست نمیکشند، چون که بعضی از نفران انتخاب کردهشان باید از وضعیت استفاده برده با هر دسیسه به مردم شونمانند که از دست این پارلمنت کار نمی آید. انشاءالله یک جا با کمک خلقمون این مدت را با خسارات اندک پسی سر نموده این مجلس هر چه زودتر کانستیتوسیون نو را قبول خواهد کرد. تشکری زیاد. بینندگانی عزیز، با رسیدن خبرهای نو شما را آگاه خواهیم ساخت. از شبکه ما دور نروید. سوختیم خانم عزیز، سوختیم. اون مرده است. اکنون چیکار میکنیم؟ این دفعه آنها از ما دست نمیکشند. شاید از دولت در آمدنمان راه یگانه باشد. به این هم دیگه از چاره نداریم. در پشت این عمل بودنمان را میدونند. محو شدیم. مرا ببخشید. دمتان را گیرید. از غوغای شما چیزی را شنیدن نمیتوانم. صدای تلویزیونتان را خاموش کنید. حالا شما را خوب میشنوم. ولی جناب، میلش حاضر چیکار کنیم؟ خوب شده است. شما را خبردار میکنم و شما با زنگ میزنم. چه میگویند؟ دیرتر زنگ زده قرارشان را میگویند. بله، گزارش های ما در خصوص سوء قصد به جان سروزیر دوام دارند. این هنگام همکارمان امیده در نزد بیمارخانه حکومتی قرار دارد. امیده، خبرهای آخری چگونه اند؟ کمی پیشتر سروزیر را با ماشین یاری تجلی به بیمارخانه آوردند و زود به طبابت شروع کردند. حالا از طبیبان گزارشی رسمی نگرفته ایم، اما موافق معلومات به دست آمدهمان احوال سروزیر خوب است. محافظان به بیمارخانه کسی را وارد شده نمیگذارند. جناب، شهر میدادید که احوال سروزیر چگونه است؟ آرام شوید. کمی دیرتر به شما گزارشی ضروری را خواهم داد. شد، آرام شوید. و شما همش را البته میگویم. سروزیر را به ما شهر دهید. در بالای بام ها آدمانتان را گذارید. کسی به بیمارخانه نباید نزدیک شود. فهمو بچه‌ها؟ از چرخبال ها هم استفاده کنید. سوء قصد تکراری هم شده میتواند. همه‌تون هوشیار باشید. فهمو؟ بچه‌ها شما به این طرف. همه جا را از نظر گذرونید. بچه‌ها، همه جاها را تحت نظارت گیرید. چیکار کردید بچه‌ها؟ با بچه‌ها دستورهای به خطری دادیم. خوب، فهمو. کارهای ضروری را اجرا کنید. رفیقان، کمی بعدتر دکتر با شما صحبت نکند. البته صحبت نکند. وزیران میخواهند به زیارت بیایند. چیکار میکنید؟ هیچ کس نباید به نزد سروزیر درآید. شاید در نزد آنها هم نفری باشد. باید خیلی هوشیار باشیم. با خوبی فهمونید. کسی زیارت نمیکند. اطاعت سردار. مرحمت سردار. مرحمت. دیگه کاری خوب کردید. ممدوح، آفرین. تشکر سردار. آقای دکتر، یک دقیقه شما رو ممکن؟ احوال سروزیر چگونه است؟ خوب است. جای ترس ندارد. حالا مردم خواطر شدند. از من درخواست کردند که با خبرنگاران گزارش داده صحت بودنشون را رسانم و باز میخواهند با مظهر سای ارسن بخورند. مظهر سای ارسن منم. خوب، میخواهند با شما و گروهتان بخورند. بچه‌ها با دقت باشید. همه چیز را از نظر گذارونید. خوب شده است که نیازی. آکا، بمبا را جا کردند، اما چطور به کار در آوردن من نفهمیدم. شناسنامه‌هایشان را معاین کردید بچه‌ها؟ بله رفیق کمیسر. آکای نیازی، این رو بینید؟ بخیر است. آکا، ما پیشتر جسد این آدم را یافته بودیم. ابراهیم سری. بله، به خاطرم آمد. یگید و مندو جسدی سوخته‌اش را یافته بودند. فهمیدم. پس با شناسنامه او در آمده است. به هر حال شخصی که بمب را گذاشت میدانیم. اکا، در اینجا باز یک نواربردار هم هست. شناسنامه‌اش را تفتیش کردم. صاحبش گم شده است. یک هفته باز در کوفتکوف است. مایلش، به هر دویشان اهمیت فهمو. هیچ کس به این حجره نزدیک نشود. لباسایشان رو به چه چیزی براید؟ یک نفرش با خود تلفن داشته است. مایلش، رقم رو معاین کرده به ما خبر ده. من با عاطف خبر میدهم. آخرین زنگش رو معاین میکنم. احوال سروزیر چگونه است؟ رفیقان، سروزیر درخواست کردم که به شما معلومات دهم. چنانه میدانیم به جان او این صبح سوء قصد کرده شد. وقتی به اینجا رسیدند به هوش آمده بودند. احوالشان آنقدر وزنی نبود. برای معاین کردن شکستن یا لط برداشتن استخوان‌هایشان ما تشخیص توموگرافی گذراندیم که نتیجهش خوب برآمد. در بدنشان بعضی زخم و
پلیس ها وجود دارند. باز همین این کمی قبولشون فشار دیده است. یگان خطری جانی وجود ندارد، لیکن برای مشاهده از او خواهش کردیم تا مدت اینجا بماند. احوال سربازی ترکیه خوب ارزیابی می شود. لعنت باد، از عهده این کار هم نبرآمدیم. دیگر چاره‌ای نداریم. با فکرم باید باختمون را قبول کنیم. حالا نه، باید تنها عملیاتمون را تغییر بدهیم. تلفن را بیارید. پس از چند ساعت به خود می آیند؟ لبای شما را گوش میکنم. میلش خوب شده است، فرمانتان را اجرا میکنم. برای کار. جنابم چی شد؟ چی میگوید؟ پیش من نفری را فرستادند، میخواهند با او واخورند. جنابم شما کی برمیگردید؟ تنها من نه، همه یک جایه میرویم. شاید اصلا بر نگردیم. رفتیم. طیاره ما حالا هم پرواز میکند. هر چیز زودتر این دولت را ترک کنم خوب میشود. این دفعه آشکارا عمل نمودیم، زود ما را مییابند. به فکر من هم در اینجا احوال خیلی وزنین میشود. جناب زود با پا خستنتون خوب نشد، باید شما استراحت کنید. یگان قومی نمیخواهد سروزیرش را در رخت خواب ببیند آقای دکتر. حالا وقتی با قوت نمایان شدن و به پا ایستادن است. وقتی آن است که به دشمنان ما نشان دهیم که با بازی های خود ما را از پا افکنده نمیتوانند. خدا شفا دهد. خوش آمدید آقای مسعود. خوش باشید محترم سروزیر. خدا شفا دهد. مرحمت چینید. خدا شفا دهد. خدا شفا دهد. تشکر. سلامت باشید. با کمک شما با پا ایستادم بچه‌ها. مرا شما یافتید. جناب ما تنها وظیفه‌مان را اجرا کردیم. وقتی که شما رو دیدیم فکر کردیم که شما رو از دست داده ایم جناب. شکر خدا که در نزدتان نفرانی هستند که برای شما جانشان را دریغ نمی‌دارند. برای به عائله هایشان کمک و دستگیری نمودن فرمان دادم. اگر خدا خواسته باشد جنازه اشان را هم همراه مردم میبراریم. خداوند مکانشان را جنت گرداند. حادثه به انتخابات چه تأثیری رسانید؟ البته کمی ناراحتی حس کرده شد. حتی برای قطع گرداندن انتخابات هم صدا برآوردند. آدمانی مخصوص برای این آمادگی دیده بودند. میخواستند این را عملی گردانند، اما وقتی خبری صحت بودنتون پهن شد آرزوی هوسشان در گلویشان درد ماند. مردم بعد از آن به سوی صندوق آوازی دوان میرفتند. در خصوص سوی قصد یگان دلیل هست؟ حالا جستجو داریم. با تمام شبه های در دهه و ناحیه ها بوده استخبارات و امنیت در ارتباطیم. فکر میکنیم که این دفعه به دستمان دلیل های زیاده میافتد. بنابراین در یک مدت کوتاه معلومات زیادی دسترس خواهیم کرد. بمب را چطور جایگیر کردند؟ در صندوق ماده شیمیایی گذاشتند، اما چطور به کار درآوردنشون رو حالا هم معاین نکرده ایم. استفاده این اصول رو پیش از این ندیده بودیم. از پیشان هستیم جناب. اینش را هم میفهمیم. درباره یکی از آنها معلومات پیدا کردیم. با شناسنامه ابراهیم سری در آمده است. نام اصلیش باران قره بوده است. عضو جیجکه. درباره اش معلومات جمع آورد. و باز در درون یک نفر نی دو نفر بودند. دیگرش همچون نوار بردار در آمده است. چطور در آمده است؟ جاسوس از نام کدام شرکت در آمده است؟ جستجو داریم جناب. فکر نمی کنم که چنین عملیات ها را به کمک و دستگیری قوه های بیرون اجرا نمایند محترم سروزیر. برای در نزد قانون جواب دادن گناهکاران این حادثه هر چیز ضرور باشد اجرا کنید آقای مسعر. خوب شده است جناب سروزیر. آقای مسعر، آقای نجیب، مندو و یگید، مرا نادرست نفهمید. دستگیر نمودن آنها را برای انتقامی شخصی هم طلب نمی کنم. فکر کنید که من تا بیمارخانه رسیدن نتوانستم. فکر کنید که من مردم. به این هم هممون فانی هستیم. دیر یا زود از این دنیا می رویم. اما آینده ملتمان نورانی می شود. روزهای خوبی را می بیند. برای این به پا نگاه داشتن دموکراتیمان خیلی مهم است. از شما خواهش می کنم که دشمنان این خلق را یابید، چون که دستگیر نمودن آنها برای راه آینده ملتمان ضرور است. برای دموکراتی با قوت و برای دولتی با قوت شدنمان این را از شما طلب می کنم. خوب شده است جناب. خداوند یار و مددگارتان باشد. با اجازت شما. اجازت از شماست. خداوند مددگارتان. سلامت باشه جناب.
خدا شفا دید. تشکر. مرحمت جناب، کسی نیست. جناب اینجا اونقدر جای خوب نمی نماید. ترسیدی که امینی؟ جنابم وقتی شما در برم هستید من از چیزی نمی ترسم. از پسی من بیایید. خوب شده است جناب. چی می شده باشد خانم عزیزه؟ نمیدونم، حاضر میفهمیم. اینجا جای کهنه است. خاموش، بس کن کریا. حالا هم در این دولت چنین جایهای چرکین وجود دارد؟ خانم عزیزه با دقت باشه، هر کس مثل ما در قصر شیشگین زندگی نمی کند. خوب، خیلی ترساور است. مثل جایی بنوار گیری وقتی فیلم است. برانی بزرگ با ما اصلا هیچ چیز نمی شود. هیچ چیز. اگه اپا یگون سندید مایلش من میدیم. کنگی راو. تشکر. جناب باوری دارید که به جای درست آمدیم؟ من از آن شبه دارم که همراهی تو به راه برآمدنم خوب بود یا نه که امینی. دمت را گیر و از پسم بیار. مایلش جناب رفتیم عزیزه. انا همینجاست. مرحمت جناب، مرحمت. خوش آمده جناب. خوش باشد، خوش باشد. مهمانمان همینجاست؟ مرحمت، شما را انتظار است. آنها هم با شما می آیند؟ مگر مشکلی دارد؟ مهمانمان خبر ندارد آخر؟ من خبر می دهم، خواطر نشو. خوب شده جناب. مرحمت جناب. مرحمت جناب. مرحمت. دوستانم، برادرانم، انتخابات را با کمی مشکلی ها پسی سر کردیم. لیکن آب آرام گرفت، اما دشمن نه. روز انتخابات در جگرمان کارد زدند. صد شکر خدا که باز به مقصدشان نرسیدند. سروزیرمان صحت و سلامت رها یافتند. حالا از ما درخواست مهمی دارند. سروزیر از ما میخواهند که هر چی زودتر این خائن ها را که میخواهند صندوق را پر از خون کرده، برادر را با برادر جنگ انداخته در بین مردم تخم نفاق را پهن کنند. ما باید آنها را دستگیر کنیم تا اینکه در نزد قانون جواب دهند. اینجا چی گپ است خانم عزیزه؟ جای عجیب است. برانی بزرگ در این کلیسا چیکار میکنیم؟ مینیکم، کلیساها، مسجدها، سینگاگها از آن مایند. برای اجرای مقصدهایمان آدمانی با عقل این عبادتخانه ها را استفاده کردنمان بسنده است. میفهمی؟ یعنی حالا این کلیسا از ماست به دست آوردیم ها؟ نشنوند، با صدای بلند گپ نزن. اینجا عبادتخانه است. خواطر نشوید برام، چنانه که یک مسلمان کاملم. همین که از این در آمدم زود نقاب صاحب خانه را میپوشم.
خواطر نشوید. کنی در رو تق تق کن. به چشم جناب. مرحمت خوش آمدید جناب. خوش باشید. استادمان گفتن که این را به شما سپارم. این چیز جناب؟ تا زمانی که من با استادم واخوری میکنم تو نوشتجات را اجرا کن. در حال اجرا میشود. مرحمت گذارید. از ما چی میخواهند آقای گایا؟ از ما طلب دارند که گروه قواهای بین المللی همون رو جمع کنیم. بیا رفتیم خانم عزیزه. سربازیر در بخشی مستقیم. آتیف زود تلویزیون رو روشن کن. خوب شده است. خدا شفا دهد محترم سربازیر، میتوانید اندیشه خود رو در خصوص این سوی قصد ابراز نمایید؟ رفیقان، این سوی قصد نامردانه به شخصیتی من روانه نشده است. این سوی قصد به یگانگی و یک جایگی مردمی ماست. میدانید که در نقشه عملیات این سوی قصد کی ها قرار دارند؟ در پشت این سوی قصد هر کی نباشد، آنها یک خصوصیت عمومی دارند. آن هم باشد دشمنی دموکراتی بودنشان است. آنها نفرانی هستند که از اراده خلق میترسند، نمیخواهند که آزادی پایدار باشد. آنها از یگانگی ما نیو، از پریشانی ما خرسند میشوند. محترم سربازیر، وقتی اراده خلق میگوید شما با نتیجه انتخابات آشنا هستید؟ ببینید رفیقان، نتیجه انتخابات هرچی نباشد آن اراده خلق است. تقدیر بزرگ خلق است. همین که به مرکز عمومی رسیدم در خصوص نتیجه انتخابات به شما معلومات خواهم داد. حالا باشد و تمام مردمم که در این معرکه دموکراتی اشتراک کردند اظهار منتداری بیان میکنم. میخواهم ابراز کنم که آن امانتی که از طرف خلق به ما داده شده است مثل گوهره که چشم نگاه بین میکنیم. بینندگان گرامی، بعد از سخنرانی سربازیر میخواهیم به شما خبرهای تازه‌ای را پیشکش نماییم. با وجود پورا معلوم نشدن نتیجه انتخابات در بعضی حزب‌ها حرکت‌ها به عمل می‌آیند، حتی بعضی‌ها استعفا می‌دهند. چون این خبرها باشد به ما خیلی زیاد رسیده ایستاده است. مرحمت گذارید. اگر گویید که به اینجا با کدام رو آمدی، داد و فریاد زنید هم، حتی سرم را هم در اینجا گیرید، حق دارید استادم. شما آدم عجیبید بران. تربیه را در جزا دادن میبینید. داد و فریاد زدن، سر بریدن باز از کجا برآمد؟ تمامی کارهایی به گردن گرفته‌ام را برباد دادم. خودم را شرمنده کردم. نه پروکاتیه هایی کردم به کار آمد و نه خواسته های شما اجرا گردید. یگان بهانه ندارم، چون که مرا از سطح بالا دستگیری کردید، اما مرا از همه آدمی باوری ناکم پیکس فروخت. گناهم خیلی وزنین است. فرمان دهید، هرچه لازم باشد بجا میارم. آیا آن نفرانی را که در شخصیت سربازیر به ملتمان زیان آوردند، در هر سوراخی که نباشند، هر شخصی نباشند یافته، در نزد قانون جزا میدهیم؟ جزا میدهیم. البته جزا میدهیم. مانده نباشد. مرحمت آقای دادستان. مرحمت آقای دادستان. خوش آمدید آقای دادستان. نمیخواستم مجلسی شما را خبردار سازم، اما باید گویم که بازپرسی پیکاس به آخر رسید. ادعا علیه ارکن کاندو اکنون آماده است. این طور باشد زود از پی آمادگی عملیات میشویم. من از سود اجازت های ضروری را گرفتم. رفیقان، از شما خواهش دارم که عملیات را خیلی مخفیانه اجرا کنیم. راست میگوید آقای دادستان. حتی آشکار شدن یک سری خردترین میتواند اعضاهای ارکن کاندو را از ما گریزاند. استاد چرا خاموشید؟ التماس یگان چیز گویید. برای جبران خطاهایی کردم آمدم. جبرانش مرگ است استاد. گویید در همین جا بسرم میپرانم. این کار نمیشود. یعنی؟
یعنی مردنت را نه بلکه زنده ماندنت را میخواهیم. ما نتوانستیم به آنها ضربه جانی رسانیم. انتخابات با باخت بزرگی ما به انجام رسید. تنها تو گناهکار این کار نیستی. اما استاد اما پما نیست. در این مدت تو را قدم به قدم تعقیب کردم. همه کارهایی که ضرور بود اجرا کردی. تمام اصول ها را استفاده کردی. اگر نتیجهش خوب نشده باشد به این تنها تو گناهکار نیستی، ما هم گناهکاریم. استاد کمی آشکارا میگفتید. یعنی ما این دولت را آنقدر خوب نشناخته ایم. از کجا باشد که در راه راست از سنگ پاره های خرد پیشوا میخوریم؟ گویا خود به خود میافتیده باشیم. باید این سر را یابیم. برای بار دیگر ترکیه را به اداره خودمون گرفتن معلوم است که به اصول های نو احتیاج داریم. چنانه میگویند با اصول باباگی این کار حل نمی شود. از امروز اعتباران تغییرات های بزرگی انجام میدهیم. از ما چی طلب داری؟ گروهت را تازه کن. همه‌شان رو؟ کایا مینیک و خانم عزیزه را هم؟ آنها را هم. برای کایا مینیک زیغ نشد. به این هم خیلاکونه شده است. در وقتش تمام جایزه ها را صاحب شد. فعلش را خوب میدانه. در یک لحظه میتواند به دیگر سمت گذرد. او مشغولیت دیگر مییابد. خوب شده است استاد. شام بخیر. شام بخیر. تشکر. این مجلس غری چشم داشت از کجا برآمد؟ سراسیمه‌وار گرفته به اینجا آوردند. موضوع رو نمیدونیم آقای کایا مینیک. این رو کی با ما میفهماند؟ جنابان آرام شوید. آرام. باور کنید که سبب جمع شدنمون رو ما هم نمیدونیم. کمی دیرتر هممون با خبر میشویم. بدری در کجاست؟ در راه است. حاضر میرسد. کاش رسیده آید. برانی بزرگ هممون را دیدن میخواهد. یعنی همین طور شما باز هم هوشیار باشید. فکر نمی کنم که بار اول از خودشان چنین ایزی زیاد مانده باشند. همه جا را جستجو کنید. مرکزشان را هم خالی کردند همینطور. بچه ها به تمام سراغه های در دستمون بوده می روند. متاسفانه همه جای ها را ترک کردند. آقای مظهر، ما باید با هر راهی نباشد این دشمنان ملت ما را دستگیر کرده در نزد قانون جزا دهیم. روز بخیر آقای دادستان. آقای مظهر، با شما خبر خوب دارم. قیدهای تلفن شخصی بمب گذاشته رو برآوردیم. چی برآمد؟ او 10 مرتبه با یکی از اعضاهای قواهای بین المللی بدری بیچکلی صحبت کرده است. این خیلی پیشروی مهم است برای معین کردن آن که دست کی در جیب کیست او کمک خواهد کرد. بله، حالا جای بدری بیچکلی رو معین کردیم. برای گرفتنش می رویم. با دقت باشید. او یگانه دلیل برای بران را یافتن است. خوب شده است. برای کار. آقای مینیک، برانی بزرگ شخصا در این مجلس اشتراک نمی کنند. این مجلس را خودش درخواست کرد. شام بخیر. کمی دیگر صبر کنید حاضر می آید. من دیر نکردم آقای مینیک؟ نه بدری جان، مگر من راه استانبول را نمیدانم؟ شما را 2-3 دقیقه انتظار شدیم هیچ گپ نی؟ مگر نمیتوانیم این را هم روا بینیم؟ موضوع مجلس را میدونید آقای مینیک؟ به خدا من مثل تو نمیدانم. کنی بینیم برانی بزرگ در خصوص آینده نقشه هایمون چی گفتنی داشته باشند. البته میفهمونم. خیر، همه ما یک جایه میفهمیم. بران اکنون رفته با گروهت خیر و خوش بکن. با کمال احترام به شما استادم. مرحمت جناب. از پسی من بیایید. به این طرف. اگر آماده باشید می توانیم شروع کنیم. آماده. مرحمت. ثبت آغاز یافت. محترم اعضای گروه بین المللی، پیش از همه میخواهم گویم که بنابر همراه شما نبودنم خیلی ناراحتم. میدانم که همتان سبب این مجلس را دانستن میخواهید. گپ را دراز نکرده زود سری مقصد میآیم. چنان که همتان میدانید نقشه های کشیدم نسبت ترکیه عملی نشدند. اگر گشاد و روشن گوییم نکاوت شدیم.
نتیجه انتخابات به ما ضررهای بی بازگشتی خواهد رسانیم. از همه بدتر خیانت پیکاس بود که ما به او حتی جانمان را امانت سپاریده بودیم. او تسلیم شده تمام نقشه های کشیده من را آشکار کرد. اینها را برای آن میگویم که اگر به نزدیکی پلیس درتان را کوبد حیران نشوید. برای معین کردن آینده دنیا در عصر نو ترکیه کلیدی مهمی بوده میتواند. یعنی صاحب کلید ترکیه برای گشادن درهای دنیا فرصت پیدا میکند. رفیقان محترم، باز هم تکرار میکنم، ترکیه برای من و تشکیلاتی که در ادارهش کار میکنم دولتی است که از آن دست کشیدن و آن را به حال مردمش سپاریدن ناممکن است. باز چقدر راه ماند خیره؟ قریب رسیدیم اکا. بینای لازمه 2 آشانه پایانتر است. همه چی کار کردنش رو میدوند. من با بچه ها اصول جنگ را فهماندم اکا. با استفاده از اصول نوتکرارم این عملیات را خدا خواهد به ضرر حل میکنیم. خیره؟ تو این اصول ها را از کجا می آموزی دادرم؟ باز از کجا میشه جورا جان؟ از کامپیوتر. بسیار بازیگری ماهر. آن را بازی عادی گمان نکنید. اگر خواهید اصول های نوی آموختم را به شما در عمل نشان میدهم. مالش خیره می شود. نشان دادن گیر. نشان ده. نشان دهم؟ مالش نشان میدهم اکا. از همین سبب جنگمان را در ترکیه با اصول نو و نقشه های تازه ادامه میدیم. سببی به اینجا شما را جمع کردنم در آن است که میخواهم به شما برای خدمت های کردهتان اظهار منتداری بیان کنم. آقای کیا چی گپ است؟ چرا اینها به ما سلاح میمانند؟ چی گپ است آقای مینیک؟ خوش روش امروزه جنگی را خیری به ما میفهماند. بله خیری، تو را گوش میکنیم. کو فهمان در بازی کامپیوتریات اصول جنگی چگل بوده است؟ آخر اکا من در هیجان موندم. نمیدونم چی گویم. عاطف هم نیست. اگه اگه امروز شما فهمونید من فردا میفهمونم. گوش کن خیری، حیات این بازی نیست. این رو چطور میکردند؟ اگر بمیری میمیری، دیگر از نو زنده شده از نو بازی نمیکنی. من کمک کنید. خیر رفیقان، چنانه که در مرکز مصلحت کرده بودیم. از شما خواهش دارم که با دقت باشید. اول به خطر خودتان رو فکر کنید. فراموش نکنید اعضای گروه با ما زنده لازمند. برای همین نپرانید. اگر مجبور شویم چی؟ آن وقت دیگر است خیری. رفتیم برای کن. از همین محافظان شروع میکنیم. رفیقان، با شما کار کردن برایم ذوقی داشت. برای کمک و دستگیریتان به همه تان تشکر میگویم. تا بازدید. ما رو از روی خط نیست کردند. چرا نقشه نو میکشند؟ ما میتوانستیم به هر روز زندگیمان را دوام دهیم. خواطر نشوید جنابان، دیگر سر هم ندارد که فکر چنین کار را کنید. نکنید. این کارو نکنید. نکنید این کارو نکنید. چرا اینا با ما سلاح میمونند؟ این کارو نکنید. کیا مینی خودش گپ آقای کیا. خیر کنی زود این جسدها رو از اینجا جمع کنید. فرما جان. دارم با ما هجوم کردن. چیکار کنیم؟ زود میگریزیم. زودتر از اینجا میگریزیم.
از خیلی ما بیا با کجا میگی؟ بیا با اینجا بیا من با اونجا نمیدرایم نه مرا سنده زود با اینجا درا مینیک در کجا؟ مینیک در پایان میگریزد. مینیک رفتم دستم سردارم که مینیک میگریزد باید زود او را دستگیر کنیم زودتر رفیق خود رفتم مرحمت گذارید استاد فرمانتان اجرا شد گروه را تازه کردم دیگر یک جای نمیشوند همین طور نه؟ بله استاد آنها را کشتند چه خیلی که میگویند هر چیز قربانی دارد باید از پسمان پای نگذاریم من باید چی کار را انجام دهم؟ زود از اینجا برو ترکیه را ترک کن خوب شده است استاد با کمال احترام مرحمت جناب زودتر کایا زودتر ماشین رو بکار در راه زود باش از هیجان دستانم میلرزه خانم عزیزم مرا سرسی من نکار میکنم زود باش زود ماشین رو بکار در راه از اینجا روید نمیخوام به دست اون یکی دیوانه افتم گویا من میخواسته باشم مگر نمیبینی کوشش دارم عکسی کار را بینه من این را آموختم کنی زودتر کار کرد مگر عیب نیست جناب کیامینیک ما را انتظار نشده به کجا می روی؟ های به کجا شتاب داری جناب کیامینیک؟ نه جناب چرا بیته دارد من تنها موتور را گرم میکردم انا اکنون سوختیم از آن چی که میترسیدی به سرت آمد عزیزه باید نمیترسیدی مگر من میترسم کو یک فرا جناب کیامینیک کو فرا قدر رو بار دیگر چین کنیم فرا ماشین کار کردن گیرد جناب یا موتور را خاموش کنم چون که سوزشواری اسراف می شود مینیکی ابله زودتر فرا میگویم از ماشین نبرو گاز را زیر کن در زیر ماشین میموند ما میروید آخر این حریف نمیمورد 9 جان دارد او باز احوالمون بدتر نشود نمیخواهم به دست یگیتی دیوانه افتم گاز را زیر کن امکانیت داریم حالا بله راست اگر گاز را زیر کنم از بالش میگذاریم شاید میمورده باشد آن وقت خلاص میشویم باید آنیم کیستیم کیامینیک اگر به جای تو میشدم به شیطان دربرم بودنی و به عقل سالم گوش میکردم اصلا از خودی تو دیده شیطان بزرگتری نیست هیچ گم نه راست میگوید جناب مایلش میفرایم اما نپرونید مرا نزدید شرمنده ترسان چک خاموش خانم عزیزه خواطر نشوید همش در تحت اداره هم است آروم شوید کنی ببینیم میبینید کنی فرا مایلش جناب میفرایم زودتر فرا گذارید
درباره هم استید بله جناب میگذرم. بنی راده گذر راگرد. البته میگذرم جناب. نظامی بدترین از به نظامی دیده بهتر است. برش کن جیویک کیه. با تو تنها یک سوال دارم. بران در کجاست؟ بران چی معنی دارد جناب؟ بار آخر در عصرهای میانه این چیزها بودند. آخر برای ما آزادی دموکراسی لازم است. که جیویک فکر میکنه که شوخی کردیم؟ خواهش میکنم مرا جیویک نگوید جناب. من هم عزت نفس دارم. ایرامانو با ما جای بران را گفزن. گپ نزن آقای کایا. حق ندارند که ما را بازپرسی کنند. مگر خود شما ادعا نداشتید که سلاح در دست کسی باشد حق به جانب خودی همان است. نگر حالا سلاح در دست من است. معلوم می شود که حق بازپرسی هم دارم. حالا باشد مرا به غضب نآورده گپ زن. بران در کجاست؟ ادوکات هم را طلب دارم. بله. همین که به فایدهتان باشد قانون جنگل میگوید. زورتان که آمد قانون و نظام و ادوکات میگوید. سردارم باید او را با بازپرسی بریم. خودش مینیکک باشد هم اما با او معامله بزرگ انجام دادن میخواهم. با فکرم دیگر شورای نداریم. خیر مینیککی من این طور میشود. خوب میشود. بهترین میشود. عجایبات میشود. گفتن نمیتوانم جناب. مرا ببخشید. مرا فهمید.